امشب میخوام براتون یکی دیگه از سرودامو بخونم. امیدوارم خوب باشین. سلام به همگی، ممنونم که اومدین. امشب یکی دیگه از سرودایی رو که برای خداوند سراییدم و میخوام براتون بخونم. امیدوارم که خوشتون بیاد. البته گفتم من ستار زیاد مثل اون زمانایی که تمرین داشتم نیستم، ولی خب در حد مبتدی، فقط برای اینکه بتونم بخونم. اوست مسیح خدای زنده، اوست مسیح نجات دهنده، بیایید و ببینید. ببخشید اشتباه خوندم از اول. اوست مسیح خدای زنده، اوست مسیح نجات دهنده، بیایید و بچشید این نجات سما را، بیایید و ببینید این قدرت خدا را که در صلیب عیسی مهیا شد بهر ما. اوست مسیح خدای زنده، اوست مسیح نجات دهنده، آزاد شوی از گناه، وارد شوی به سما. این نجات یک هدیه است از دست شاه شاهان، هیچ قیمتی تو نده چون بخشید بهایش را. برخیز و خوان تو او را، بگشا در قلبت را. اوست مسیح خدای زنده، اوست مسیح نجات دهنده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، شب خوب و عالی داشته باشه. اینجا شب، البته حالا نمیدونم شما هر جایی که هستین عزیزانم، اگه شبتون بخیر، اگه روز هست روزتون بخیر. امیدوارم که از این سرودای پرستشی من لذت ببریم. به امید دیدار تا دفعه بعد. خیلی عزیزان زیادی اومدن، مرسی سلام عزیزم. لابلا جونه، مثل این که فکر میکنم. آره عزیزان خیلی ممنون. تا بعد. شهرزاد جونم اومده. به 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 به. تا بعد. قربونتون برم. خدا نگهدار.